ضمن عرض سلام خسته نباشید از این حرفا. خیلی هم به من میگن گلزیلاج تو که نوبی بیش نیستی چرا فورتنایت بازی میکنی؟ الان میخوام بهتون اثبات بکنم بجز اینکه من نوبی بیش نیستم بلکه من حتی پرو پلیری بیش نیستم. حالا شاید خود بد گفته باشم ولی منظورم اینه که شاید فورتنایت به اندازه شماها بازی نکرده باشم، اما از کودکی من بازی‌های شوتینگ بازی میکردم و ماستر شوتینگ میباشم. الان میخوام به صورت عملی بهتون ثابت بکنم چطوری بازی میکنیم فورتنایت. اولین اسلحه‌ای که به جلوی من آمد همون اسلحه رو میگیرم و با همون براتون ویکتوری میگیرم. شاید ویکتوری نگیرم ولی خیلی خوب بازی میکنم. شاید خیلی خوب بازی نکنم ولی یک دو تا کیل میگیرم حتما. حالا شاید یک دو تا کیل نتونم بگیرم، بازیه معلوم نمیکنه، ولی سعی میکنم کم دیر بمیرم. خب بچه‌ها اینجایی که من علامت میزنم میریم. اولین اسلحه‌ای که دیدین رو برمی‌دارین. خب من یه اسلحه دیدم. یا ابرفضل کلته. Mission failed. We'll get them next time. تو میتونی. آقا مستقیم میری؟ ایمان جان مستقیم بفرما. بیا سوارشو بریم. جان من بیا سوارشو بریم. خواهش میکنم ازت. میریم الان به شلوغ‌ترین جای ممکن. بریم ریزش کنیم. انیمیه داره پرواز میکنه. یه نفره نه دو نفرن، یکی دیگه هم اونجاست. ماشین که نیستن. یکیشونو زدم. ای بابا من زد. پیستوله اینقدر کم دمیج میده مگه در میری؟ یک مرد واقعی هیچ وقت فرار. بالا سرمونه. با پیستول کسی دارم میزنم. خب این چه وضعیشه؟ خب اینو ریست بده. دارم میزنمش هیچ غمتون نباشه. اینو نگاه کن. نمیتونی برداری. بیا بریم. هیچی بر ندار. نه بیا این اگه ویکتوری شد از این بعد به تو میگیم پورقلی سفلا. وا این بازی اسکار لژند میشه. ای خدا. بیا بریم. من دستایی که چالش میدم باید انقدر سفید باشم. در بری چی؟ مثل یک مرد درگیر میشیم. من نمیخوام مرد باشم. تو باید مرد باشی. من الان تکی میرم یه اسکواد رو میندازم پایین. چی فکر کردی؟ درگیری؟ اوه بابا الهی صاف میشه. بیبر بچه داریم فیلم میگیریم. خاک بر سرم. نظرت چیه که داری به پورقلی سفره تغییر اسم میدی؟ بچه ها اینجاست. یه دونه 18 تایی زدم. آی خب من بدبخت چرا فقط می بچه ها ما میتونیم. زدیش؟ ناموسن زدی؟ 4 نفر موندن؟ 3 تا شماییم؟ بچه وین داریم میگیریم. کجاست؟ مارک کن. نمیبینمشم و این مش کوچیکه. من با مخ اومدم پایین. بلند شد. آره یارو یه سپرایز دارم. تو آتیش زدی؟ نه من ببین بچه خیلی کرک میگم کرک خیلی دمیجه. Yes! We got a #1 victory royale. Yeah, Fortnite, we bout to get down. 10 kills on the board right now. Just wiped out Tomato Town. My friend just gone down. I revived him. Now we're heading southbound. وین گرفتیم. جا داره اینجا اول از پدر مادر من تشکر کنم که من چنین رو اصلا کمک نکرد. من همیشه با دم پایی میزدم با شما بازی میکردم. بچه احساساتون چیه؟ ایمان جان اول تو احساساتو بگو به من. احساس قدرت از کی تشکر میکنی در این لحظات خاص؟ تشکر خاصی نداری از کسی؟ نه
پسرم باگ خوردیم. آها نه باگ خوردیم چیه؟ اسم عزیزت پرغولی سفلاه. الان بذار نیک نمیمت عوض کنم بذارم پرغولی سفلا. به سلامتی میمنت. من باز کلت دستم اومد. او بچه انمی شما نمیدونی من زدمش از این فاصله اونجا رو زدم. عجب اسبی من هستم. او بچه بزنش. اینا چرا همه شبیه باتن؟ چرا اینطوری بودن؟ باتن واقعا؟ اب نداره بزنید باتا کیل بگیریم خوشحال شیم. آها راست میگی. ای بابا بچه ها من 7 دونه تیر دارم. داداش این همه آدمی جاست چرا منو میزنی؟ او چقدر ترسوی تو. بچه ها من 7 تیر دارم. بچه یه نفر درست 3 نفر آقا نزن هممون آبرو میداره. ممکنم هست تو رو که زد. منم که 7 تیر دارم. آقا من رایت میخوام الان چیکار کنم اینجا؟ یه خود مشغولش کن من اینو ریوایف کنم. منم 5 دونه تیر دارم. خب من مردم. نمیر آروین 2 تا سیبو بزن حداقل. سیب نه گوش دارم بریم. اخ دوباره تو مردی که من الان تنهایی با این چیکار کنم؟ 4 تا تیر دارم. نامرد من 4 تا یه بریم. چرا؟ جای پرت میزنم که اسلحه خوبی گیرتون نیاد. مرسی که فکر اون هستی. به من اسنایپ دیدم سر راهم. اسنایپ دیگه باید اسنایپ برداری دیگه. تو چی داری؟ پامپ سفید. خب خوبه دیگه. الان ساغر نزدیک و پوشش میده تو هم دورو. من الان بتونم وسط رو پوشش بدم حله. ای بابا بازم کلت. چرا آخه؟ اونجاست داره بیلد میکنه بچه ها. داره ما رو میزنه. لشکر چیزیم داره میره. چرا پریدی با این؟ بیا بریم. من میرم اون کیو بزنم. اوه کمک میخوای؟ کمک یارش شیلد شکست. اوه کمک. حالا که صفحه شیلد شکست. شیلد شکست الان کامل. بیا پایین. بچه ها کمک بچه ها کمک. بچه ها کمک. بچه من مردم. آروین تو میتونی. بچه 2 نفر الان احتمالا میان سمتتون. برام دعا کن. آفرین پسر خیلی عالی بود. تاثیرگذار بود پسر. خیلی تاثیرگذار بود. اشک چشمای من حلقه زده بیلاورس. کج کلا خانیارمه. اینو گوگوش خونده؟ آره بلدی شعرشو؟ آره بخون یه خوردهشو بخون. حالا نمیخواد با ریتمش بخونیم. متنش چی بود؟ ابرو به من کج نکن. ابرو به من کج نکن کج کلا خانیارمه. الان داشتم خودم رو نگاه میکردم دیدم کلام کجه. ابرو به من کج نکن. اگه خیلی شبیه گوش بخونم ممکنه کپی رایت بخورم. بذار سعی کنم. ابرو به من کج نکن کج کلا خانیارم. یه همچین چیزیه صداشو. صدای اون موقع صدای جوونی هاشه. ابرو به من کج نکن کج نمیتون. خب من اولین اسلحه‌مو دیدم دارم میرم بگیرمش. لعنتی سفیده هرچی از سفیده. حالا نمیدونم چیه دیگه مجبورم دیدمش. من ندیدم. ای وا SMG سفید. بچه ها کجا این؟ من کشته. همین اول بازی منو کشته. اوه همین منو کشت بکنم. خب بله میزم جا فایت میکنم. عالی. آقا خواهش دایی رو استاکت من. آبر ریزی داری در میاری؟ داداش چی منو بکش؟ چرا میخوای بمیری؟ بذار خودت چیزات باقی بمونه.
آروین در رو نمیتونی فرار کنی؟ توصیه های مرگ حقه. ساغر الان دوربین توی خود زاویه رو خوب بگیر اون رفت پایین. دنبال کن دوربین رو. دنبال کن. نکن این کارو. بی ادب. دوربین رو بگیر رون. برو از صحنه های هیجان انگیز فیلم بگیر. برو اونور. نترس. آفرین. خدا همین صحنه رو میخوام. وای. یه خورده زوم کن. چی نترس آرمی دارم میمیرم. آفرین فوق العاده بود. تاثیرگذارتر از قبل. خب بهتون تبریک میگم. شما میتونید اسمای خودتون رو نگه دارید. پورقلی سفره تغییر اسم پیدا نمیکنید. بس سخن آخری چیزی ندارید؟ یه نه هیچ بله. اوده رو عزیزی سخن آخر خدافز خداحافظی میکنیم. بله بی ادبا. بعد سخن آخرتون باشه گلزیلاچ رو سابسکرایب کنید. گلزیلاچ لایک کنید. اصلا سخن آخری بجز این رو ما نمیپذیریم. بچه لایک کنید. بله لایک کنید. زلال دل نیست هر کی این کارو نکنه. بله زلال دلان این کار رو میکنند. بله. خداحافظ شما. فعلا خداحافظ. خداحافظ.